سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان و همراهان گرامی تیم 7 چاکرا. ممنون از اینکه کنار ما هستید با یه انرژی خوانی دیگه و یه ویدیوی دیگه. امیدوارم که این ویدیو همون چیزی باشه که شما مد نظرتونه. خب دوستان گلم، میخواستید بدونید که رفتید یه جایی روی کسی کراش زدید، از یه کسی خوشتون اومده، میخواید ببینید که به غیر از شما چه کس دیگه ای هم روش کراش زده. میخواید ببینید که شرایط به چه صورته، میتونه شرایط به نفع شما پیش بره یا خیر. ببینید یه دردسرهایی براتون افتاده از سمت شخصی که به غیر از شما روی کراشتون کراش زده. خیلی هم باید اتفاقا مراقب باشین. دردسرها هر چقدر هم که کوچیک باشه میتونه شرایط شما رو متاسفانه مثلا منفی بکنه، عصبیتون بکنه، کلافتون بکنه و نذاره یه تصمیم درستی برای شرایطتون بگیرید. ببینید به بعد زمان یا مسافت یا سنیتون هم حتی باید فکر کنید. چیزایی که خیلی در آینده براتون مهم به نظر میرسه، شاید الان مهم به نظر نرسه ولی در آینده خیلی بی نهایت براتون مهم خواهد شد. ببینید چیزی که هستش، شما یه جایی رفتید، این شخص رو دیدید، حالا پسندیدید، خوشتون اومده، روش کراش زدید، باهاش حال کردید، از اخلاقش خوشتون اومده، حس میکنید که خب مثلا موقعیتش با موقعیت شما میخونه، اون هم با شما یه تیک و تاکی زده، خالی از لطف نبوده، یه محبتی داشته، یه حرکتی کرده و شما حس کردید یه هدفی هست و نسبت به اون هدفه امیدوار شدید که آره مثلا خب موقعیت خوبه، موقعیت مناسبه و میتونه یه شرایط اوکی رو برای من ایجاد بکنه و من میتونم مثلا یه تحولی رو پشتش داشته باشم. ببینید شروع این مرحله خوب بوده، یعنی اون تیک و تاک زدن، اون کراش زدن، شروعش استارتش خوب بوده، نه اینکه مثلا بگم شروعش مثلا منفی بوده و اینا. شروعش خوب بوده ولی این که چه تغییر و تحولاتی توش رخ بده، چه اتفاقاتی توش رخ بده، چون ببین شرایطی که کراشتون داره ثابت یا پایدار نیست. خب یه آدمی هستش، یه شخصیتی هستش که از لحاظ حالا شغلی یا از لحاظ زندگی خیلی مشغله دار هستش، یه جورایی مثلا خودش رو رها نگه داشته، خودش رو طور نگه داشته که مجبور نباشه درد و رنج فراق رو حس بکنه. بنابراین مثلا یه ذره شرایط خب این شخص متفاوته، در عین حال اینکه به غیر از شما تقریبا میشه گفتش که حالا توی اون جشن یا توی حالا مهمونی یا توی جایی که دیدینش یه میشه گفت حدود 2 نفر دیگه روی این شخص کراش زدن. خب یه 5-6 نفر بودن، نه اینکه مثلا فقط 2 نفر، ولی یه 5-6 نفری بودن که اون 5-6 نفر حالا تو اون لحظه یه تیک و تاکی زدن، یه خوششون اومده و دیگه پیگیر نشن، حالا یا رل دارن خودشون یا ترجیح دادن مثلا حالا پیگیری یه کس دیگه ای بشن، بیخیال شدن، ولی 2 نفر سفت و سخت توی این ماجرا وایسادن، یعنی یه قصد و هدفی رو دارن. ببینید مشکل از سمت کراشتون هم هست که میل زیادی رو به آدم ها داره نشون میده. از لحاظ شهوتی خب یه موقعیت خاصی رو داره، یعنی یه شهوت خیلی عمیقی رو داره، همون باعث میشه که آدم ها رو به شکل یک وسیله هم ببینه. این دلالت بر این میکنه که یه جورایی مثلا میخواد هم همه چیز آروم باشه، هم همه چیز ملایم باشه، هم همه چیز اونجوری که این میخواد پیش بره. شاید یکی از دلایلی که مثلا بدش نمیاد که همه روش کراش بزنن همین قضیه هم باشه. ولی اینکه اگر شما بخواید رابطه ای رو باهاش شروع بکنید، تو ذهنتون یه آینده ای دارید میسازید، باید بهتون بگم که با این 2 نفر و درد سرهایی که میتونن واسهتون تولید بکنن باید دست پنجه نرم بکنید.
که این شرایطتون رو یه مقداری مثلا شاید سخت بکنه، یه ذره درگیر بشید. ببین خیلی جالب اینجاست، شما خیلی آدم با وفا، مهربون یا به قول معروف دوست و رفیقی هستید، ولی حالا که خاطرخواه یکی شدید یا خوشتون اومده، اون آدم بحثش بحث فسق و فجوره، دوست داره همه جوره عشق و حالش رو بکنه. یعنی یه حالت به قول معروف خاصی داره این آدم، خوشگذرون، محترم در عین حال، مؤدب در عین حال و غیر قابل اعتماد در عین حال. یعنی همه چیزهایی رو که میشه گفت توی یه قلک ریختی تکونش دادی رو همه رو با هم داره. ولی از لحاظ شخصیتی شخصیت مهربونی رو داره، آدم موفقی هم هستش توی کارش، توی زندگیش موفق بوده تا به اینجا و نمیخواد این موفقیت ها رو مثلا فدای موقعیت های کوچیک بکنه. حالا برای تو راههایی افتاده که بتونی سر در بیاری که کراشت به چه صورت کراشت رو بکشی سمت خودت و یه فرصت‌های متعددی هم افتاده. شما توی مسیر قرار میگیرید که مثلا شاید بارها همدیگر رو به صورت سرزده اتفاقی یا توی مهمونیایی که حتی شما در جریان باشی یا جایی که در جریان باشی میتونی ببینیش و اینها میتونه به تو کمک بکنه. یعنی با دقت، با هوشیاری میتونی اون دو نفر دیگر رو قشنگ سودشون کنی برن. منتها میگم این بستگی به خودت داره دیگه، بخوای تصمیم بگیری باهاش باشی یا نباشی. این یه فرصته، به هر حال باید ببینی تو زندگی عشقی یا انتخاب مثلا توی آدم ها، چون یه شخص دیگه ای هم افتاده که شما رو دوست داره. حالا ارتباط با اینها هم باهاتون صحبت میکنم. باید ببینی که مثلا بین شخصی که واقعا دوستت داره و شخصی که خودت دوستش داری و روش کراش زدی کدوم رو باید انتخاب بکنی. ببین اینها رو باید همه رو خودت حواست باشه، به انضمام اینکه اون دو شخصی که بهت گفتم آدم‌های بی نهایت حسود و بی نهایت به قول معروف رقیب‌های ریاکارین، خب رو کار انجام نمیدن. یکی از افرادی که مثلا برات افتاده موهای روشنی داره، ممکنه تم بلوند داشته باشه، سن و سالش از تو بیشتر هستش، آدم فوق‌العاده باهوشیه، سرشار از شوخ طبعی و هیجان و فلان و ایناست، خیلی هم دقت میکنه، خیلی راحت هم میتونه افراد رو بکشونه به سمت خودش. توی اسم و فامیلیش حرف میم، حرف زی ری، حرف ف یا حرف نون داره. این یکی از اون اشخاص هستش. و یکی دیگه ای که هستش یه آدم به قول معروف مودیه، اوکی الانا، ولی یه لحظه دیگه میبینی یه ذره عصبی، به هم ریخته، آشفته، ولی خیلی ارتباط گرمی داره. متوجه چی بهت میگم؟ مراقبت میکنه از کسی که خوشش میاد، میره جلو، صحبت‌ها، برخوردها، فلان، کششی که ایجاد میکنه، شور اشتیاقی که ایجاد میکنی، همه اینها کمک میکنه که مثلا یه برنامه ریزی عمیقی روی کسی که کراش میزنه داشته باشه که اونو بکشونه سمت خودش. به قول معروف مهربونانه، با رفتار کاملا نابالغ بچگونه، مثلا یه جور خاص و پر از به قول معروف فضیلت هایی که از خودش میگه، خودش رو خیلی محبوب خاص عام هم میدونه این شخص، بنابراین باید حواست بهش باشه. توی اسم و فامیلیش حرف عین، حرف ی، حرف ه دو چشم و حرف سین یا شین ممکنه باشه. و این شخص هم اتفاقا یه آدمی هستش که میخواد روی کسی کراش بزنه، یه تایمی باهاش بمونه، یه رابطه بدون تعهد میخواد، یه چیز راحتی که همه میتونن خیلی راحت بگن خب این بهترین گزینه میتونه برای ما باشه. ولی تمام اینها دیگه بر میگرده به این قضیه که خودت هم میگم چجوری بتونی ورود بکنی به رابطه ای که شخص رو جذب و جلب خودت نگه داری. ببین یه چیز خوبی که برای تو هستش اینه که مثلا این شخص مورد نظر تو، کراش تو،
دورادور یا مثلا شاید بر اساس دیگران تو رو بشناسه و چون تو رو میشناسه تو یه قدم جلوتری، یعنی مثلا میتونن از تو تعریف بکنن، به به خیلی خوبه، به به خیلی فلانه، میدونی میتونی اینجوری خودت رو بیشتر بهش بشناسونی، اینجوری میتونی از دردسرهای این دو نفر هم جلوگیری بکنی. یعنی استقامت تو سر خواسته تو با این که بخوای با این شخص بمونی خیلی تاثیرگذار هست و خیلی راحت میتونی مثلا حالا اون بعد مسافتی زمانه یا از لحاظ سنیه که یه اختلافی براتون افتاده، اونها رو همه رو رد بکنی و برسی به اولویت انتخابی که میتونی برای کراشت داشته باشی و میتونه یه موقعیت خوبی رو برات ایجاد بکنه. حالا امیدوارم با این تفاصیل کسایی که رو کراش زدن رو شناخته باشی، بتونی یه گوشمالیشون بدی یا یه ذره دورشون بکنی. خب ممنون از اینکه تا به اینجا کنار ما بودید با یه ویدیوی دیگه، با یه انرژی خانی دیگه. امیدوارم که حال دلتون با ما خوب شده باشه و ایامتون بکام.